سلام، امروز می‌خوایم با هم دیگه دفتر نقش و دفتر نقاشی‌های زیبا درست کنیم. هم برای بچه‌ها میتونین درست کنین، هم بزرگسال. انتهای ویدیو گفتم چجوری دفتر سیمی درست کنید. لایک کنید بفرست برای هر پدر مادر و دانش آموزی که میشناسید. به چند تا کاغذ کادو یا کاغذ رنگی، یه بسته آ4 یا آ5 کاغذ خطدار و یه بسته کاغذ سفید آ4 یا آ5 قیچی، چسب، خطکش، منگنه احتیاج داریم. بریم که با هم درستش کنیم. چند تا برگ آچار خدا رو برمی‌داریم، بسته به حالا اندازه که دلتون می‌خواد 40 برگ باشه، 100 برگ باشه. حالا برای بچه‌های کوچیک درست می‌کنیم، معمولاً تعدادش کمتر باشه خیلی بهتره، چون معمولاً دفتر خراب می‌کنن، اینطوری بهتره. و بسته به منگنه‌ای که داریم، میتونین تعداد برگ رو انتخاب کنید. به صورت عمودی یا افقی منگنه‌اش می‌کنید که حالا به هر صورت می‌خواید دفترتون باشه، به همون صورت که من هم عمودی درستش کردم و هم افقی، حالا با هم دیگه می‌بینیم. بعد لای کاغذ کادویی که یه مقدار از اطرافش بزرگتر باشه برش می‌زنیم، می‌ذاریمش. دو طرف کاغذها رو چسب می‌زنیم. من چون قبل از این چند تا دفتر دیگه درست کردم، چسب آوکیم کمه، به خاطر همین دور تا دور رو چسب آوکی میزنم و وسطش سعی میکنم از چسب ماتیکی هم استفاده کنم که حالا برای این دو تا دفتری که میخوایم الان درست کنیم بمونه. دفتر قبلی که براتون درست کردم هم انتهای این پست گذاشتم، حالا بعدش میریم اونا رو میبینیم. دقیقاً مثل وقتی که می‌خواید یه کتابو جلد کنید، به هم صورت عمل می‌کنیم، دو تا دور کاغذ هم چسب می‌زنید و حالا قسمت‌های اضافه هم برش می‌زنید و دقیقاً مثل جلد کردن. فقط اگه می‌خواید ضخامتش بیشتر باشه، می‌تونید دو سه تا برگه کاغذ رو هم دیگه بذارین، بعد دورشون کاغذ رنگی رو چسب بزنید. یا اگه می‌خواید خیلی محکم‌تر باشه، می‌تونید از کارتون هم استفاده کنید. به این صورت که زیر کاغذ کادو یه تیکه مقوا یا کارتون همون سایز برش می‌زنید و بعد حالا اون لایه کاغذ رو می‌ذارید و بعد دو طرفش رو چسب می‌زنید که یه جلد محکم و زیبا و شکیل داشته باشید. وقتی دو طرف رو کامل جلد کنید، دفتر شما آماده است که به سمت عرض باز میشه. این یکی دفتر که میخوام آماده کنم، از طولش منگنه میکنم و دفتر به پهلو باز میشه. کاغذ کادویی که از دفتر نقاشی النا مونده بود کوچیکه، به خاطر همین از بین کاغذ کادوهایی که داریم یک کاغذ کادوی دیگه دخترونه براش انتخاب میکنم و سایز دفترمون برشش میزنیم، خط کشی میکنم که دقیقا صاف در بیاد و بعد دقیقا مراحل قبلی چسب زدن و اینکه چند تا برگی بذاریم استفاده میکنیم. میخواستم کارتون بذارم ولی خب چسبم کم بود، به خاطر همین مثل قبلی چند تا برگ و حالا این بار 3 تا برگ رو برداشتم برای که یه مقدار ضخیم‌تر بشه، چون النا مدرسه میره بتونه راحت‌تر توی مدرسه ازش استفاده کنه. اینا به همون صورت قبلی آماده کردم. هر طرح کارتونی یا حتی کاغذهای رنگی رو میتونیم مثلا برای بچهای بزرگتر استفاده کنه. این دفتر نقاشیایی که قبلا آماده کرده بودیم. این کلیپی که الان میبینید در واقع کلیپ اولی که ما گرفتیم، ولی چون النا قد دوربین و لرزون این گذاشتم انتهای کلیپ، یعنی اول ما این دفتر کوچیکا رو درست کردیم. من خودم عاشق این دفتر نقاشیای نقلی شدم، چون هم خیلی جذاب و قشنگن، همین که برای بچهای خردسال خیلی خوبه، چون عادت دارن معمولا یک کاغذ خطی میکنن سری میرن سراغ صفحات بعدی. خیلی خوب میتونه این به دردشون بخوره. حالا وقت معرفیه. من رها رجبی هستم، کارشناس فیزیک هسته‌ای، فارغ التحصیل سال 1397 از دانشگاه قزوین. مامان النا خانم و آقا ایلیا هستم و یه مامان مستقلم که شغلم تدریس آنلاین و آفلاین و حضوری ریاضی و خب یه سری کارهای دیگه است. به خاطر سن کم بچه‌ها نمیتونم بیرون کار کنم، به خاطر همین این پیجو زدم تا علاوه بر این که بتونم بیشتر کنار بچه‌ها باشم، بتونم به جای یک شهر و یک منطقه به کل ایران درس بدم. اکثر شاگردان من تدریس من راضی بودن و از نتیجه عالی تشکر کردن. میتونی پیجمو فالو کنی، از مطالب رایگان پیج استفاده کنی. به زودی هم یه بسته آموزشی آفلاین با پشتیبانی به همراه چند سری نمونه سوالات امتحانی و پرتکرار سالهای قبل قرار داخل پیج منتشر بشه که میتونی ازشون استفاده کنی و با هزینه خیلی کم ریاضی تو عالی کنی. مرسی که تا انتها با من بودی. کپشن رو بخون و 2 تا قلب سفید کامنت کن.